ایرانی ها هموطنای من دیگه واقعا شروع شده در آوردن. آخه چه کار این مهاجرای مظلوم افغانستان دارید شما؟ اینا کم سختی نکشین از بچگی، وقتی چشم باز کردن جنگو دیدن، فراق دوری خانواده، اعضای خانواده خودشونو دیدن، در هزاران درگیری دیدن، حالا اومدن توی کشور ما مهمانن. چه کارشون دارید واقعا؟ شما خودتون بذار جای اینا. ایرانی که برمیگرده میگه آقا افغانستانی‌ها نباید بیان توی کشور ما، نباید مهاجرت کنن. ماها چطور هزاران میلیون مهاجر داریم؟ خود ایرانی‌ها توی آلمان، اروپا، کانادا، آمریکا اونجا همه رو پار کردن. خود ایرانی‌ها آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. اونا مثل برادرای ما میمونن، اونا مثل خانواده ما میمونن. ما تاریخ مشترک داشتیم. تو رو به خدا التماست میکنم هموطن، هم زبانای افغانستانی این برا از گل نازکتر نکن، قسمت میدم.